شاید خیلی از شما ندونین که هدیه تهرانی یه ازدواج ناموفق داشته. هدیه تهرانی متولد 1351 در تهرانه و در سال 1386 در سن 35 سالگی با آقایی به اسم هومن بهمنش ازدواج کرد. هومن بهمنش متولد 1359 و 8 سال از هدیه تهرانی کوچیک‌تره. این آقا مدیر فیلمبرداریه ولی در اون زمان شخص شناخته شده‌ای نبود و به واسطه ازدواج با هدیه تهرانی اسمش تیتر رسانه‌ها شد. اما این ازدواج زیاد طول نکشید و اونها همون سال از هم جدا شدن. هدیه تهرانی بعد از این جدایی دیگه ازدواج نکرد. اون در کنار کار سینما به صورت حرفه‌ای ورزش رو دنبال میکنه. اما هومن بهمنش به تازگی با خانومی به اسم کیمیا ازدواج کرده که شخص مشهوری نیست. آقای بهمنش در این سالها خیلی پیشرفت شغلی داشته و به خاطر فیلمبرداری جوایز زیادی از جشنواره‌های داخلی و خارجی دریافت کرده. اون از جمله مدیر فیلمبرداری فیلم برادران لیلا بود و در جشنواره کن با همسر جدیدش روی فرش قرمز حاضر شد.